سلام، شما صدای باریس سسی رو میشنوید. امروز قراره با هم یه سفری بکنیم به دل تاریخ تا با یه شخصیت فوق‌العاده آشنا بشیم. جهانشاه، پادشاهی که امپراتوریش رو فقط با قدرت شمشیر نساخت، بلکه با هنر، شعر و معماری بنا کرد. ببینید، این جمله خلاصه کل داستانه. ما داریم در مورد یه فرمانروا حرف میزنیم که دنیای خشن جنگ و سیاست رو با لطافت کلمات و ظرافت هنر ترکیب کرد. یه میراث دوگانه از خودش به جا گذاشت که واقعاً کم نظیره. خب، بیایید با هم عمیق‌تر بشیم و ببینیم داستان از چه قراره. خب، اولین بعد از شخصیت جهانشاه که می‌خوایم در موردش حرف بزنیم، چهره یک سازنده و معمار بزرگه. انگار که می‌خواست در اوج قدرت معماری رو تبدیل کنه به زبانی برای جاودانه کردن اسم خودش. و خب چه نمادی بهتر از مسجد کبود تبریز برای این هدف؟ این بنای باشکوه مستقیما به دستور خود جهانشاه و با نظارت همسرش صالح خانم ساخته شد. قرار بود این مسجد نگین پایتختش باشه و واقعاً هم شد. نکته واقعا جالبش اینجاست که کارشناسای بزرگی مثل آرتور پوپ این مسجد رو فقط یه بنای زیبا نمیبینن. اونا معتقدن این اثر نقطه تلاقی دو تا فرهنگ بزرگه. یعنی چی؟ یعنی از یه طرف اون ظرافت و زیبایی هنر دوران تیموری رو داره و از طرف دیگه روح قدرتمند و جسور ترکمان‌های قراقویلو که جهانشاه رهبرشون بود تو این بنا دمیده شده. دقیقاً به همین خاطره که معمارای اون دوره به مسجد کبود میگفتن فیروزه آسمان. پس میبینید این مسجد فقط یه ساختمون قشنگ با کاشیای آبی نیست، بلکه یه جور بیانیه قدرتمند از هویت فرهنگی و هنری دوران جهانشاهه. یه نماد موندگار از شکوهی که ساخته بود. اما داستان جهانشاه فقط به ساختمون و کاشیکاری ختم نمیشه. اون یه رویای بزرگتر تو سرش داشت. می‌خواست در کنار ساختن بناهای فیزیکی یک امپراتوری ذهنی و فکری هم بسازه. ببینید، اون خوب میدونست که قدرت واقعی یه امپراتوری به دانش مردمشه. واسه همینم دست به کار شد. تو شهرهای مهمی مثل تبریز، بغداد و وان مدرسه و بیمارستان ساخت. ولی کارش به همینجا ختم نشد. دانشمندای بزرگی مثل صدرالدین دوانی و قاضیزاده رومی رو زیر پروبال خودش گرفت و کتابخونه سلطنتیش رو تبدیل کرد به یکی از گنجینه‌های علمی اون دوران. و این فقط حرف ما نیستا. این نقل قول رو ببینید. این جمله مستقیما از زبان جلال الدین دوانی، یکی از بزرگترین دانشمندای همون دوره اومده. این به ما نشون میده که اهل علم جهانشاه رو فقط یه پادشاه نمیدیدن، بلکه به چشم یه سلطان عادل و پادشاه علم پرور بهش نگاه میکردن. و حالا میرسیم به شخصی ترین و شاید بشه گفت شگفت انگیزترین بخش داستان جهانشاه. جایی که اون پادشاه قدرتمند شمشیر رو زمین میذاره، قلم به دست میگیره و دنیای درونش رو توی شعرهاش برای ما فاش میکنه. او برای خودش یه تخلص انتخاب کرد، حقیقی، یعنی کسی که دنبال حقیقت و راستیه و شعراش هم دقیقاً همین حال و هوا رو داشتن، حرفای صادقانه‌ای در مورد عشق، عرفان و دغدغه‌های عمیق انسانی. و نکته فوق‌العاده مهم اینه که جهانشاه به دو زبان شعر میگفت، یعنی هم غزلای خیلی زیبایی به فارسی میسرود، همین که به عنوان اولین سلطان در ایران یه دیوان کامل به زبون مادری خودش یعنی ترکی آذربایجانی نوشت. این کارش یه حرکت خیلی بزرگ بود، یعنی زبون مردم کوچه و بازار رو آورد به سطح زبان دربار و ادبیات. فقط به این بیت گوش بدید تا عمق احساساتش رو درک کنید. من عاشقم، با اشک چشمم شعله‌ورم، آتشی که از دل برمیخیزه با زبان خاموش نمیشه. این شعر عمق احساسات مردی رو نشون میده که در عین حال فرمانروای یک امپراتوری پهناور هم بود. خب یه سوال پیش میاد، این همه لطافت طبع و روح هنری آیا تو روش حکمرانیش هم تأثیری داشت؟ بیایید ببینیم جهانشاه به عنوان یه سیاستمدار چطور عمل میکرد. اون تو سیاست ترکیبی خیلی هوشمندانه از قاطعیت و مدارا بود. اون یه استراتژی سه‌بعدی خیلی هوشمندانه داشت. از یه طرف قوانین سنتی قبیله‌ای رو با قوانین شریعت اسلام ترکیب کرد تا همه گروه‌ها رو راضی نگه داره. از طرف دیگه تو دعواهای بین قبیله‌های مختلف همیشه نقش یه داور منصف رو بازی می‌کرد و از همه مهمتر امنیت اقلیت‌های دینی مثل ارمنی‌ها رو تضمین می‌کرد که این نشون دهنده آینده‌نگری و درک بالای اون از اداره یه سرزمین چند فرهنگی بود. احترامی که برای جهانشاه قائل بودن فقط داخلی نبود. این رو از این لقب میشه فهمید. سلطان محمد فاتح، یعنی همون کسی که قسطنطنیه رو فتح کرد، جهانشاه رو با این لقب پر افتخار خطاب می‌کنه. این نشون میده که قدرت و نفوذ جهانشاه فراتر از مرزهای خودش هم به رسمیت شناخته شده بود. خب با همه اینا که گفتیم، حالا به سوال اصلی میرسیم. چطوری باید میراث یه همچین شخصیت پیچیده‌ای رو جمع‌بندی کرد؟ مردی که هم تو میدان جنگ قهرمان بود و هم توی خلوت خودش یه شاعر. این سوالیه که در نهایت باید از خودمون بپرسیم. واقعاً تأثیر موندگار یه همچین آدمی چیه؟ یه جنگجوی هنرمند بود یا یه هنرمند جنگجو؟ شاید جواب یه جایی بین این دوتا باشه. و جواب نهایی شاید این باشه: مسجد کبود و دیوان حقیقی اینا دو تا چیز جدا از هم نیستن. در واقع دو تا یادگار ابدی از یه روح بزرگ هستن. روح مردی که تونست بین قدرت و شعر، بین شمشیر و قلم، یه تعادل شگفت انگیز و موندگار برقرار کنه. من حسین علی محمدی هستم و خوشحال میشیم نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتان را با ما در میان بگذارید. کمک کنید صدای باریس سسی را به گوش دوستانتان برسانید. باریس سسی، سیزین سسینیز.